قبل از اینکه به داستان زندگی کوروش بزرگ بپردازیم، بهتره بدونیم که اصلا سلسله هخامنشیان چرا به این اسم نامگذاری شد. هخامنش نام کسی است که دودمان هخامنش به اسم اون خوانده میشه. واژه هخامنش به معنی دارنده اندیشه است. هخامنش سرپرست طایفه پارسیان بود. هخامنش توسط دیاکو پادشاه مادها به فرمان روایی پارسه منصوب شده بود، هرچند اقوام پارسی در حدود 700 سال قبل از میلاد در پارسوماش که ما امروز بهش میگیم مسجد سلیمان، در کوههای فرعی سلسله جبال بختیاری در شرق شوشتر مستقر شده بودند. از طرفی ایلامی ها هم در این دوران در این منطقه حضور داشتند، اما به دلیل جنگ با آشوریان قدرت لازم رو نداشتند تا بتونن از ورود پارسیان به منطقه و مستقلات خودشون جلوگیری کنن. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. خیلی سریع دو تا نکته رو توضیح بدم و بعد بریم به سراغ زندگی کوروش بزرگ. ما اینستاگرام دیپ پادکست رو راه اندازی کردیم، لینکش رو اول توضیحات گذاشتم. اگر دوست داشتید میتونید در اینستاگرام هم ما رو دنبال بکنید. تو اینستاگرام میتونیم بیشتر با هم در تماس باشیم. از طرفی اگر دو تا ویدیو قبلی رو هنوز فرصت نکردید ببینید، یک وقتی بذارید اون دو تا ویدیو رو هم نگاه بکنید، اول ایلامی ها و بعد مادها. لینک اون دو ویدیو رو هم در توضیحات گذاشتم، منابع هم در توضیحات اومده. اگر همین ویدیو رو دوست داشتید میتونید لینکش رو از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون هم ارسال بکنید. بریم به سراغ زندگی کوروش بزرگ. پس از هخامنش پسرش چیشپیش پادشاه شهر انشان شد، شهری که امروزه ما به آن ایزه میگوییم و در استان خوزستان قرار داره. در زمان چیشپیش که قدرت بلامنازع فلات غربی، شمال و شرق ایران مادها بودند، پارسها از مادها فرمان می گرفتند و به نوعی زیر سلطه و قدرت مادها بودند. چیشپیش فرد باهوشی بود و هیچ وقت از فرمان پادشاه ماد یعنی فرورتیش سرباز نمیزد. من اینم توضیح بدم، من کلمه فرورتیش رو تلفظ کردم در ویدیوی قبلی که عده گفته بودن همون فرورتیش درسته، ولی اکثریت گفته بودن فرورتیش صحیحه. من جفتش رو هم نوشتم، ولی خب با نظر اکثریت میریم جلو و فرورتیش رو تلفظ میکنیم. فرورتیش پادشاه قدرتمند ماد هاست و به هیچ عنوان این اجازه رو نمیده تا پارسا بتونن رشد و نمو بیشتری داشته باشن. چیشپیش نمیتونست بر ضد قدرت مادها کاری انجام بده. دیگر این که بیشتر به فکر اون بود تا مناطق جنوبی ایران رو به مناطق تحت فرمان روایی خودش اضافه کنه. بعد از مرگ فرورتیش که در جنگ با آشوریان کشته شد، پس از 28 سال چیشپیش از تابعیت مادها آزاد شد و ایالت فارس کنونی رو به حکومت خودش اضافه کرد. چیشپیش با سیاستی توأم با احتیاط به غیر از پارسوماش که ما امروزه بهش میگیم مسجد سلیمان، دو منطقه انشان و پارسه رو هم به قلمرو خودش اضافه کرد و تا جایی که میتونست از جنگ و درگیری با دولت‌های منطقه فاصله میگرفت. بعد از مرگ چیشپیش پادشاهی پارسیان بین دو پسرش یعنی آریارمنه و کوروش اول تقسیم شد. از لوح زرینی که در شهر همدان به دست آمده و به زبان پارسی باستان و خط میخی نوشته شده، به خوبی عناوین آریارمنه نقل شده. در این لوح نوشته شده: این سرزمین پارسیان است که من مالک آنم، دارای اسبان نیک و مردان نیک است. خدای بزرگ اهورامزدا آن را به من داده، من پادشاه این سرزمینم. این لوح زرین هم الان در موزه برلین در آلمان نگهداری میشه. این لوح قدیمی ترین شیء متعلق به هخامنشیانه که تا کنون کشف شده. آریارمنه فرمان روایی پارسوماش و کوروش یکم برادر وی شاه انشان شد. بعدها آریارمنه جای خود رو به فرزندش آرشامه داد. آرشامه هم در زبان باستان به معنای شجاعه و کوروش یکم جای خودش رو به کمبوجیه یکم داد که میشه پدر کوروش بزرگ یا کوروش دوم. همه این جابجایی ها رو گفتیم، ولی همچنان مادها قدرت بلامنازع فلات ایران هستند و پارسیان به مادها خراج میدند.
افسانه‌های بسیار زیادی در مورد تولد و کودکی کوروش بزرگ وجود داره. یکی از اون افسانه‌ها مربوط به کتیبه‌های هرودوت میشه. به روایت اون روزی آژیدهاک آخرین پادشاه مادها در خواب میبینه که از بدن دخترش تاکی بیرون آمده. آنقدر بزرگ شده که همه آسیا را فرا گرفته. پادشاه نگران میشه و از مغ‌ها که روحانیون مادی بودند میخواد که این خواب رو تعبیر بکنه. تعبیر خوابش هم به این گونه بود: مواظب باش، پسری از دخترت متولد میشه که حکومت تو رو به دست میگیره. آژیدهاک برای پیشگیری از این امر دخترش رو به جای ازدواج با بزرگان مادی به همسری کمبوجیه از بزرگان قوم پارس در میاره. دلیلش هم این بود که پارس ها در اون روزگار قومی آروم بودند که تحت حکومت مادها در جنوب ایران زندگی میکردند. یک مدت بعد دخترش ماندانا به آژیدهاک خبر میده که به زودی فرزندی از اون به دنیا خواهد اومد. آژیدهاک دوباره به خواب میره و این بار در خواب میبینه که از بدن دخترش رودی خارج شده و این رود سراسر آسیا رو فرا گرفته. دوباره از مغ‌ها میخواد تا این خواب رو تعبیر کنن. اونها میگن صاحب نوه‌ای خواهی شد که فرماندهی تو را نابود خواهد کرد. آژیدهاک وزیر خودش هارپاگئون رو مأمور میکنه که به نزد دخترش بره و اگر فرزند ماندانا پسر بود اون رو بکشه و از بین ببره تا بتونه به قدرت خودش ادامه بده. هارپاگئون نزد ماندانا میره و وقتی که میبینه فرزند پسره، فرزند رو از مادرش جدا میکنه و با خود میبره. ولی اینجا دو مشکل وجود داشت. نخست این که نمیتوانست از فرمان پادشاه سرپیچی کند چون ممکن بود گرفتار غضب او شود. از سوی دیگر آژیدهاک پیر شده و چیزی به پایان عمرش باقی نمونده و پس از مرگ ماندانا جانشین او خواهد شد. در این صورت هم او از قاتل فرزندش انتقام خواهد گرفت. این تردید باعث شد که شخصاً از قتل کودک منصرف شود و نوزاد را به یکی از چوپانان شاهی به نام میترادات یا مهرداد بسپارد و او را مأمور قتل کوروش کند. البته این داستان پردازی ها و افسانه پردازی های هرودوت کلا همینطور با جزئیات ادامه داره. ما خلاصه داریم میکنیم، تبدیل به یه همچنین داستانی شده. شما میتونید به کتاب مراجعه کنید و کامل ترش رو بخونید. و هرودوت کلا راجع به خیلی از بزرگان دیگه هم با همین جزئیات این داستان ها رو تعریف میکنه. بریم به سراغ ادامه داستان. میترادات نوزاد رو با خودش به خونه میبره. از قضا اون هم صاحب فرزند پسری شده بود که همان روز مرده بود. مهرداد داستان مأموریت رو برای همسرش اسپاکو بازگو میکنه. زن که از مرگ نوزادش بسیار غمگین بود نمیخواست شاهد مرگ کودک دیگری باشد. از این رو از شوهرش خواست که از این کار صرف نظر کنه. چوپان که میتونست هارپاگئون جاسوسانی برای اون میذاره تا مطمئن بشه که مأموریت رو درست انجام داده، خواهش زن رو نمیپذیره تا اینکه زن پیشنهاد میکنه کودک مرده خودشون رو به جای کوروش در بیابان بذارن و نوه پادشاه رو خودشون بزرگ کنن. مهرداد همین پیشنهاد رو میپذیره و به این ترتیب کوروش از مرگ نجات پیدا میکنه و نزد چوپان به زندگی خودش ادامه میده. مطابق گزارش هرودوت کوروش تا 10 سالگی در خانه چوپان بزرگ شد و در رفتار و هوش و ذکاوت از همسن و سالهای خودش برتر بود. در 10 سالگی اتفاقی افتاد که مسیر زندگی کوروش را عوض کرد و اون رو دوباره از خانه چوپان به کاخ شاهی بازگردوند. یک روز که کوروش با کودکان بازی میکرد و از سوی آنان به عنوان پادشاه انتخاب شده بود، بر اساس قوانین بازی چند نفر از کودکان رو به عنوان سرباز محافظ خودش انتخاب میکنه. در میان کودکان فرزند آرتمبارس از نجیب زادگان مادی هم حضور داشت. پسرک نجیب زاده برخلاف قوانین بازی از دستور کوروش به عنوان شاه نمادین سرپیچی کرد و کوروش هم به کودکان دستور داد تا این پسر رو تنبیه کنند. کودک که از رفتار یک روستایی با خود بسیار خشمگین شده بود نزد پدرش رفت و از کوروش شکایت کرد. آرتمبارس هم از آستیاک درخواست کرد که کودک روستایی و پدرش رو ادب کنند. کوروش همراه با پدرخوانده خود نزد آژیدهاک آمد و در مقابل عتاب شاه گفت که چون کودکان او را با توجه به شایستگیش از میان خود به پادشاهی برگزیده بودند و او هم رفتاری منطبق با عدل و انصاف از خود نشان داده بود، کودک موظف بود که از او پیروی کند. چون از دستور پیروی نکرد مستوجب مجازات بود. آژیدهاک از توضیحات کوروش و شباهت ظاهری او با خود نگران شد و با تهدید از چوپان درباره کوروش توضیح خواست.
او هم از ترس جانش همه ماجرا را بازگو کرد و ناگزیر نام هارپاگئون را هم به زبان آورد. آژیدهاک هارپاگئون را فراخواند و جریان را از او هم پرسید. هارپاگئون هم قضایا را درست بازگو کرد. پادشاه که دید نتونسته در برابر سرنوشت بایسته، دوباره به مغان رجوع کرد و از آنان نظر خواست. مغها هم جلسه‌ای تشکیل دادند و با اطمینان به پادشاه گفتند که خواب او تعبیر شده و نوه‌اش به پادشاهی در میان کودکان رسیده و دیگر جای نگرانی نیست. آژیدهاک هم کوروش رو به نزد پدر و مادر واقعی خودش به پارسوماش یا سرزمین پارسیان میفرسته. سپس برای تنبیه هارپاگئون ضیافتی برپا میکنه و دستور میده که خوراک‌های لذیذی تهیه بشه. پس از صرف غذا پادشاه از هارپاگئون میپرسه که آیا از غذا لذت برد یا نه. هارپاگئون هم مهمانی پادشاه را ستود و سپس آژیدهاک به او گفت که این غذا از گوشت فرزند تو تهیه شده بود. هارپاگئون فرزندی به سن و سال کوروش داشت که پادشاه به جرم نافرمانی او چنین مجازاتی برایش تعیین کرده بود. مطابق داستان سرای هرودوت، هارپاگئون به رفتار شاه اعتراضی نکرد و کینه او را در دل نگه داشت تا به وقت خود تلافی کند. کوروش پس از آن که به نزد پدرش کمبوجیه اول در پارس بازگشت، مانند یک شاهزاده تربیت شد و با فنون سواری و رزم و آیین شهریاری آشنا شد. هارپاگئون نیز در این مدت با او در ارتباط بود و کوروش را برای انتقام جویی از آستیاگ و غلبه بر ماد به جنگ ترغیب می‌کرد تا اینکه در سال 550 قبل از میلاد این اتفاق به واقعیت تبدیل شد. قبل از پرداختن به ادامه داستان یه توضیح بدیم که چرا هرودوت رو به عنوان منبع انتخاب میکنیم. از چند جهت هرودوت نباید به عنوان منبع انتخاب بشه. یکی این که بسیار داستان سرا و افسانه سراست که از واقعیت ها بدوره، کاملا صحیحه. دومی که یک نویسنده ضد ایرانیه، این هم کاملا صحیحه. هرودوت نویسنده غربی هاست. مسلما فتوحات ایرانی ها نباید به چشش بیاد که تو خیلی از نوشته ها به چش نمیاد. اما من در یه سری ویدیوهای قبلی هم گفتم زمانی که مغول ها به ایران حمله میکنند، ماحصل این حمله، حالا جدا از خیلی از دردهای دیگه که وجود داشت، یکی از نتایج تلخش این بود که کل تاریخ ایران باستان رفت زیر حاله ای از ابهام. تمامی اسناد، مدارک، نوشته ها، کتیبه ها، همه اینها نابود شدن. اطلاعات بسیار بسیار محدوده. به خاطر همین هم است که خیلی از دانشمندان غربی همچنان دارن به ایران سفر میکنن، به مناطق باستانی میرن تا بتونن از دل این تاریخ ناشناخته یک سری حقایق رو به دست بیارن. نوشته ها و داستان سرایی های هرودوت رو کنار کتیبه های کشف شده میذارن و به یک سری حقایق دست پیدا میکنن. به همین دلیل همچنان یک از منابع موثق ما هرودوت میشه، هرچند که داستان سرایی و افسانه سرایی بسیار درش وجود داره. درباره نحوه غلبه کوروش بر ماد و نبرد او با آژیدهاک هم روایت‌های دوگانه‌ای وجود داره. روایت اول رو در ویدیوی قبل گفتیم که مربوط به حمله آژیدهاک به قوم پارس ها بود، اما روایت دوم کاملا متفاوت و متضاد با روایت اوله. مطابق گفته هرودوت، کوروش به تحریک هارپاگئون و با اطلاع از نارضایتی مادها از آستیاگ علیه او شورید و با سپاهی از پارسیان به سوی حکمتانه حرکت کرد. طبق این گزارش آستیاگ هم هارپاگئون رو به فرماندهی سپاه ماد گماشت و به مقابله با کوروش فرستاد، اما هارپاگئون به تلافی ستمی که پادشاه در حق او روا داشت با سپاهیانش به کوروش پیوست و به این ترتیب حکمتانه به سادگی سقوط کرد و فاتح جوان در کاخ آستیاگ بر تخت نشست. کوروش پس از غلبه کامل بر حکمتانه بر خزاین ارزشمند دربار ماد دست پیدا کرد و اونها رو به سرزمین پارس گسیل داشت. این گنجینه اندوخته تمام نشدنی برای جنگ‌های آینده کوروش محسوب می‌شد. کوروش و جانشینانش به اهمیت شهر حکمتانه و موقعیت جغرافیایی ارزشمند اون که تسلط ایرانیان و آسیای مرکزی را آسون می‌نمود واقف بودند. از این رو تا پایان عمر هخامنشیان حکمتانه همواره یکی از مراکز قدرت این دودمان باقی ماند و از اعتبار و رونق آن کاسته نشد. پیروزی کوروش
بر آستیاگ و تصرف سرزمین و ثروت ماد همان میزان که برایش غرورآفرین و با اهمیت بود، پرخطر و سرنوشت ساز هم بود. موقعیت تازه‌ای که کوروش در فلات ایران کسب کرده بود اون رو وامی داشت تا با همسایگان قدرتمند غربی خود لیدی‌ها و بابلی‌ها برخوردهای نسبتاً طولانی و دشواری داشته باشد. در حمله کوروش به ماد، نبونید بابلی پادشاه بابل با خوشحالی به نظاره شکست رقیب دیرین خود ماد نشسته بود و حتی خود را متحد کوروش هم نشان میداد. اما با حذف ماد و شکلگیری قدرت مادی پارسی، او بیش از هر کس دیگری از جانب ایران احساس خطر میکرد، زیرا پیش از آن که کوروش را متحد خود بشمارد رقیب خود میپنداشت. اوضاع لیدیه هم به همین ترتیب بود. در سال 585 قبل از میلاد میان آستیاگ و آلیات پادشاه لیدیه پیمانی به نام صلح آلیس منعقد شده بود که بر پایه آن دو قدرت رود هالیس رو به عنوان مرز مشترک میان قلمرو یکدیگر پذیرفته بودند و دست از جنگ کشیده بودند. مقارن با پیروزی کوروش، کرزوس پادشاه لیدیه بود. در دوران او لیدیه به ثروت و قدرت نظامیش بسیار مشهور شده بود و پایتخت آنها شهر سارد یکی از بزرگترین و مستحکمترین شهرهای جهان باستان به شمار می رفت. بقایای شهر کهن سارد هم در 90 کیلومتری استان ازمیر ترکیه همچنان قابل مشاهده است. کوروش در سال 546 قبل از میلاد تنها لقب شاه پارس را با خود داشت. در سال 549 قبل از میلاد به عنوان شاه انشان در الواح ظاهر شد و پس از پیروزی بر ماد در سال 550 قبل از میلاد لقب شاه پارس را برگزید. لقب جدید کوروش در آغاز کارش برای او از جانب نبونید پادشاه بابل تهدیدی ایجاد نمی‌کرد، ولی کرزوس از اون طرف پادشاه لیدیه که پس از آلیات به قدرت رسیده بود به سرعت بر فتوحاتش در شرق می افزود و صلحی که در زمان آلیات میان لیدیه و ماد منعقد شده بود زیر پا گذاشت. سقوط ماد به عنوان متحد پیشین لیدیه بهانه خوبی برای حمله کرزوس به ایران بود. اما گسترش قدرت و نفوذ پارسیان بیش از هر چیز لیدیه را برای دفع خطر احتمالی ایران به جنگ با کوروش برمیانگیخت. به این ترتیب کرزوس مشغول گردآوری سپاه برای حمله به کوروش شد. وی کارگزاری را با مبالغی هنگفت روانه آسیای صغیر کرد تا سربازان یونانی آن مناطق رو به خدمت بگیره. اما در این بین کوروش از جنگ مطلع شد و کوروش هم شروع به جمع‌آوری سپاه برای مقابله با لیدیه کرد. به این ترتیب کوروش از یک سو و کرزوس از سوی دیگر با سپاهیان خود برای جنگ آماده شدند. یونانیان قصه پرداز درباره جنگ افسانه‌های زیادی خلق کردند. مطابق گزارش مورخان یونانی، کرزوس پیش از جنگ با کوروش از پیشگوی معبد دلفی در یونان راهنمایی خواست. پیشگو در پاسخ به فرستاده کرزوس گفت که اگر پادشاه وارد جنگ شود سرزمینی را نابود خواهد کرد. کرزوس این گفته را به فال نیک گرفت و به معنای غلبه بر سرزمین پارس پنداشت. وی بار دیگر از پیشگوی معبد دلفی استخاره خواست و او گفت که هرگاه قاطری بر مادها حاکم شود روزگار سختی برای اهالی لیدیه پیش خواهد آمد. این بار هم کرزوس پیشگویی کاهن معبد دلفی رو به نفع خود تفسیر کرد و با خود تصور کرد که هرگز قاطری نمیتواند بر مردم ماد غلبه کند. در نتیجه حاصل نبرد با کوروش را به فال نیک گرفت. کوروش با گذشتن از دجله سپاه خود را به سوی شمال بین النهرین پیش برد. برای فاتح جوان جنگ در چنین میدان بزرگی، آن هم با ملتی نوپا، کار بسیار دشواری بود. پیش از آن که برخوردی بین دو سپاه رخ دهد، کوروش به پادشاه لیدیه پیشنهاد صلح داد و قول داد که اگر کرزوس از وی اطاعت کند او هم پادشاهی وی را بر لیدیه تایید می کند. کرزوس این پیشنهاد را رد کرد، در حالی که روحش هم خبر نداشت با این حرکت گور خود را با دستهای خودش کنده است.
نخستین جنگ لیدیه بر سپاه کوروش پیروز شد. پس از این پیروزی بین دو طرف پیمان ترک مخاصمه به مدت 3 ماه بسته شد. نبرد دیگری در پتریه میان دو پادشاه رخ داد که بدون حاصل بود و در پی آن کرزوس به سرعت به سمت سارد عقب نشینی کرد و بیشتر سپاهش را هم مرخص کرد، به این امید که فردا با رسیدن فصل سرما و زمستان کوروش از ادامه نبرد منصرف شود و به ایران بازگردد. برخلاف پیشبینی کرزوس، کوروش به سرعت به سوی سارد حرکت کرد. کرزوس هم با عجله سپاهی فراهم کرد و به مقابله با کوروش پرداخت. اما اسبان ساردی از بوی شتران پارسی رم کردند و سواران خود را سرنگون نمودند، زیرا آنان برای نخستین بار با سوار نظامی از شتران روبرو می شدند. به این ترتیب کرزوس در این نبرد شکست خورد و به داخل شهر عقب نشینی کرد. کوروش هم خود را به سارد رساند و پشت حصارهای بلند و محکم شهر مستقر شد. اهالی سارد با اطمینان به استحکام موانع شهر و نیز با توجه به آذوقه موجود در انبارها به انتظار آمدن زمستان و بازگشت پارسیان نشسته بودند. فتح سارد از زبان مورخین یونانی با داستان سرایی همراهه، ولی پس از 2 هفته مقاومت شهر سارد به دست سپاهیان کوروش سقوط میکنه و کوروش و سربازانش وارد شهر سارد میشن و پادشاهی لیدیه به ضرب شمشیر پادشاه ایرانی برای همیشه به تاریخ میپیونده. با شکست کرزوس و فتح لیدیه برای نخستین بار در تاریخ ایرانیان و یونانیان با یکدیگر همسایه شدند. این اتفاق سرآغاز حوادث و جنگ‌های بسیاری شد که تا قرنها ادامه پیدا کرد. اقوام یونانی و دیگر مردمان جزایر آسیای صغیر که تا پیش از این خراجگزار یا متحد لیدیه بودند، پس از شکست کرزوس به کوروش پیشنهاد صلح دادند. کوروش که پیش از جنگ با لیدیه خودش همین پیشنهاد رو به اونها داده بود، این بار پاسخ منفی رو روانه این جماعت میکنه. این بار پیشنهاد اونها رو رد میکنه. هرودوت در پاسخ به فرستادی غربی ها این داستان رو نقل میکنه. نیزنی به دریا نزدیک شد و دید که ماهی‌های زیبا در آب شنا می‌کنند. پیش خود گفت اگر من نی بزنم این ماهی‌ها به خشکی خواهند آمد. بعد نشست و هرچه نی زد ماهی‌ها به ساحل نیامدند. پس توری برداشت و به دریا افکند و ماهیان بسیاری به دام افتادند. هنگامی که ماهی‌ها در تور بالا و پایین می‌پریدند، نیزن به آنها گفت حالا بیهوده می‌رقصید. باید آن وقت که من نی می‌زدم می‌رقصیدید. مردمان این مناطق پس از ناامیدی از کوروش به سراغ اسپارتیان رفتند و از آنان در مقابل کوروش یاری خواستند. اسپارت هم نماینده‌ای به سارد فرستاد، ساردی که حالا یکی از حیات خلوت‌های کوروش شده بود و تمام و کمال در اختیار پادشاه ایران بود. متن پیام به این گونه بود: اگر مستعمران یونانی را بیازاری، اسپارت تحمل نخواهد کرد. کوروش هم پاسخ قاطعی برای آنها فرستاد و آنها را از دخالت در امور جزایر این منطقه برحذر داشت. آنها کوروش را با این لحن تند تهدید کردند، در حالی که از آینده هیچ خبر نداشتند. آنها نمیدانستند تا همین چند سال بعد قرار است بزرگترین امپراتوری جهان باستان به دست همین کوروش بنا شود. آنچه که مشاهده کردید قسمت اول از زندگی کوروش بزرگ بود، مردی که کتیبه حقوق بشر را پدید آورد.